صبح کاریتون بخیر باشه. خوش برگشتیم به یک قسمت دیگه از پادکست قبل کار. خیلی دراماتیک شد. دیروز ایشون موضوع یک واقعه ناخوشایند شد که البته خودش حیوانکی هیچ تقصیری نداشته. ماجرا اینه که خونه ما درش به خیابون باز میشه. یعنی در رو که وا میکنی تو خیابونی. برخلاف اینکه خونه قبلیمون، جایی که بوزو بیشترین سالهای زندگیشو توی ایران زندگی کرده بود، توی آپارتمانی بود خیلی امن و ایمن و در وا میشد، پاگرد راه پله بود، یه واحد دیگه هم بیشتر اونور نبود و همه چی تحت کنترل بود. بعدم که بوزو اومده اینجا توی همین خونه حرف گوش میداد. سنش دیگه سنی بود که خانوم بود و متین و موقر و ازش عکس دارم. مثلا من میرفتم از ماشین وسیله‌ای بیارم، در رو باز میذاشتم، بوزو اینجوری خیلی شیک نگاه میکرد و تمام. اما منگو شرایطش خیلی متفاوته. اولا که خب بچه است، 3 سالش بیشتر نیست، زندگی خیلی سختی داشته توی گذشته، ازش سوء استفاده می شده، بهره کشی می شده، حتی اسم نداشته، رابطه‌ای با انسان ها نداشته، نمیتونسته اعتماد کنه. اینه که همه چی متفاوته در مورد منگو. همه چی ما از اول داریم شروع میکنیم بهش یاد بدیم. یکی از کاری که دارم میکنم که ریچارد اوایلش یه ذره منو دست مینداخت بابتش، ولی فکر میکنم کم کم داره ارزشش رو میفهمه، اینه که به بوزو نه، قربون بوزو بشم، به منگو دارم یاد میدم که وقتی در باز میشه تو حق نداری بدویی بپری بری تو کوچه. تو باید وایستی دم در بشینی. یکی از ریاکشنایی که خودش توی این مدت طبیعی پیدا کرده، به خاطر اینکه خیلی فضوله، اینه که ما وقتی میریم از خونه بیرون، یعنی هر صدایی از در میاد، خودش میپره میره لب پنجره، چون قشنگ میتونه کنار در رو ببینه بیرون پشت در چه خبره. خیلی طبیعی این کارو میکنه. هدف من اما اینه که اگر تو دور و ور در بودی، در باز بود، تو باید بشینی زمین. مدلی هم که داریم تمرین میکنیم اینه که وقتی که قلاده‌شو میبندم از خونه بریم بیرون، بهش میگم بشینه، بعد در رو وا میکنم. اگر بخواد پاشه بیسته، دوباره در رو میبندم، میشینه، در رو وا میکنم، در بازه، منگو نشسته، من وایستادم، من میرم بیرون در و اون موقع است که بهش میگم بیا. اگر پاشه دوباره به عقب برمیگردم، بهش میگم بشینه، میام بیرون، بهش میگم بیا. همه اینا رو گفتم که بگم دیروز چه اتفاقی افتاد. دیروز یکی از وحشتناکترین اتفاقاتی که توی مدت میتونست بیفته در مورد منگو افتاد. اولا که منگو احتمالاً دیدین که یک قلاده داره همیشه دور گردنش با یه جی پی اس ترکر که توی سیم کارت داره. من میتونم همیشه بدونم که کجاست، توی نقشه ببینمش. علتش هم اینه که بهش اعتماد ندارم. بوزو هیچ وقت همچی چیزی نداشت، نیازی هم بهش نداشت. بوزو حرف گوش میداد. بوزو وقتی میترسید به سمت ما میدوید. منگو وقتی میترسه معلوم نیست کجا قراره بره. الان که 6 ماه تقریبا منگو به خانواده ما اضافه شده، احساس میکنم که کم کم، خیلی کم کم میتونم بهش اعتماد کنم. بعضی وقتا قلاده رو باز کنم. وقتی میدونم تو خونه ایم، کسی قرار نیست جایی بره، کسی قرار نیست بیاد خونه، باز میکنم، میذاره این گردنش حال بکنه. این البته که خودش عین خیالش نیست، اذیتش نمیکنه، عادت داره به قلاده. دیروز قلاده رو باز کرده بودم، گفته بودم بذار بچه یه نفسی بکشه، یه حالی بکنه. نشسته بودیم داشتیم تلویزیون میدیدیم، ریچارد اونجا، من اینجا، منگو یه تخت همینجوری پایین داره روش خوابیده بود. یک دفعه در وا شد. خوف بود، به خاطر اینکه نمیدونستم چرا داره در وا میشه. آیا آدمی پشتش داره در وا میکنه؟ چجوریه؟ معلوم شد که دفعه آخری که من رفته بودم بیرون، در رو درست نبسته بودم، چفت نشده بود، باد زده بود و در رو وا کرده بود. و اونجا بود که ما سکته کردیم که الانه که منگو بره بیرون، ترکر هم نداره، بره و دیگه تمام شد، دیگه منگو رو نمیشه پیدا کرد. و اونجا بود که
ریچارد تازه متوجه شد که چرا من دارم به منگو یاد میدم که اگر در باز بود و در باز شد تو باید بشینی، حق نداری بری بیرون. اینو به سگتون یاد بدین اگر که وضعیت خطرناکی مثل ما دارین در منزل. بگذاریم. در مورد ماجرای آقای بایرن و خانم کبوت خیلی وقت خبری نیست. دیدم درست نیست اصلا ما اینجوری بیخبر در موردشون بمونیم. یه سری خبرگزاری ها، نه خبرگزاری های درست حسابی، یه ذره خبرگزاری های زرد غیر قابل اعتماد که دقیقاً به همین خاطر باید یک ذره با مراقبت ازشون خبر رو بگیریم چون ممکنه چرت و پرت باشه، حرف زدن از احتمال اینکه آقای بایرن بخواد سو کنه کریس مارتین و گروه کولد پلی و برنامه گذار کنسرت رو به خاطر اینکه آبروش رفته در دنیا، کارش از دست داده. منتها یکیشون یک مصاحبه‌ای کرده بود با یک وکیلی، با یک حقوقدانی به اسم کامرون دولت شاهی، از قضا دولت شاهی، و این گفته بودش که آره سر صدایی میاد در مورد اینکه ممکنه این بخواد سو کنه و شکایت کنه، بکشه اینا رو به دادگاه، ولی اینقدر که فکر میکنیم کار برای آقای بایرن راحت نیست. مثلا اگر بیاد بگه این پرایوسی من خدشه دار شده، خب دوست از شما در استادیوم 50,000 نفر بوده، چه پرایوسی؟ و اگر واقعا بخوای بگی آبروت رفته باید اثبات کنی که تو رابطه نبودی. این حرف کریس مارتین که برگشت گفتش که اینا گویا در حال خیانت به خاطر این آبروت رفته، به خاطر این شغل تو از دست دادی، که عملا نشدنیه، چون دیدیم هممون خیلی شانسی در دادگاه به نظر میاد که نداره. اما خبر جالب دیگه ای که دیروز اومد بیرون این بود که شایعه هایی شد از اینکه شاید کیتی پری با جاستین ترودو که نخست وزیر سابق کانادا بوده، حدود فکر کنم 10 سالی بود دیگه، همیشه هر چی میشد این نخست وزیر بود، از 2015 بوده تا امسال، نه پس کمتر بوده، نمیدونم، یه تایم خیلی زیادی بوده. شایعه های شروع شده مبنی بر اینکه شاید اینا دارن دیت میکنن. چرا؟ همش هم از این شروع میشه که کیتی پری در حال حاضر توی کانادا تور کنسرتاش داره برگزار میشه، مونترال بوده، و جاستین هم توی مونترال زندگی میکنه. اینا با هم رفتن یه چند ساعتی وقت گذروندن، یه جا رفتن غذا خوردن، خیلی گویا کیتی پری ذوق مرگ بوده، بعد یه مقدار با هم راه رفتن، اینم نقشه کارهایی که با هم کردن و خیلی داره داستان جالب میشه. جاستین هم که میدونین بعد از 18 سال از زنش جدا شده، حدوداً 2 یا 3 سال پیش. از این ور کیتی پری هم الان فکر کنم 2-3 ماهی میشه که جدا شده از اورلاندو بلوم، بعد از سالها توی رابطه بودن، فکر کنم رابطهشون 10 ساله بوده. رابطه معلوم نیست که با اورلاندو بلوم رابطه خوبی دارن در حال حاضر یا ندارن، چون چند روز بعد از اینکه یه بیانیه مشترکی دادن گفتن که جدا شدن، عکسشون اومد بیرون با هم با دخترشون تایم میگذروندن که چقدر کار قشنگی میکردن، دمشون گرم. خود اورلاندو عکسو داده بود بیرون، صورت بچه رو هم کاور کرده بود که معلوم نشه چقدر کار قشنگ و باحالی بود، خیلی خوشم اومد. ولی از اون طرف عروسی جف بزوسینا که اصلا لینک اورلاندو با جف بزوس و سانچز کیتی پریه، کیتی پری نرفته بود ولی خب اورلاندو رفته بود و یه اتفاقات عجیب غریبی در مورد اونم مفصل حرف زدیم. آخرش میذارم، قبلا صحبت کردیم، اگه دوست داشتین برین اونم ببینید. که حالا سوال پیش میاد، آیا هر 2 نفری که با هم میرن یک وعده شامی میخورن، یه چند ساعتی با هم تایم میگذرونن، فقط به خاطر اینکه این سینگله و اون سینگله، یعنی دارن دیت میکنن؟ یعنی امکانش نیست که 2 نفر خیلی دوستانه با هم برن این تایم رو با هم بگذرونن و چیزی بینشون نباشه؟ حواسمون هست، گزارش میدیم اگر که چیز بیشتری در موردش بشنویم. اما صبح که داشتم فکر میکردم در مورد چیا حرف بزنم امروز توی پادکست، که البته دروغ دارم میگم، من همیشه از روز قبل تصمیممو میگیرم، امروز داشتم مجددا بررسی میکردم، همینجوری داشتم در این حال صفحه اینستامو بالا پایین میکردم، رسیدم به پیج فارسانی، ساسان توکلی فارسانی، که اگر فالوش ندارین برین فالوش کنین. توی یوتیوب هم میدونم چنل داره.
یک عکسای قدیمی میذاره، عکسای خیابانی که سالهای پیش، مثلا 20 سال پیش گرفته، 22 سال پیش گرفته و اینا رو شیر میکنه و خیلی حس باحالی میده. یکی از عکسایی که اخیراً گذاشته بود عکس یک مادر و فرزندی بود که مادره تشخیص داده خودشه، یعنی شناخته، یا حالا بهش گفتن هرچی، کامنت گذاشته بود که این منم و این بچه‌ای که تو بغلمه الان آقای دکتر صداش میکنن، توی فرانسه داره زندگی میکنه و ما رو برگردونی به اون دوران قدیم. خیلی از این اتفاقات تو این پیج میفته، یعنی آدما قدیم خودشون رو اتفاقی میبینن، تشخیص میدن، کامنت میذارن، تشکر میکنن ازش و میگن که الان زندگیشون چه تغییراتی کرده. خیلی خیلی باحاله. یه بار یه عکسی گذاشته بود از 2 تا دختری که توی یوسف آباد توی سال 82 در حال دوچرخه سواری توی خیابون بودن که خیلی احتمال داشت من باشم، چون منم همون سالها توی همون یوسف آباد در حال دوچرخه سواری در خیابانا بودم، حداقل تابستوناش هر روز، و خیلی حس عجیبیه. واقعیت اینه که نمیدونم دلم میخواد اون موقع خودم و به خصوص با اون تیپای اون موقع وضعیت مانتو و روسری و اینا یه دفعه ببینم یا نه، ولی خیلی میگم نزدیک شدم به اینکه خودم رو ببینم، برای اینکه دقیقاً جامعه هدف اون عکس من بودم. بریم فالوش کنین، خیلی لذت بخش دیدن عکساش. دیگه دیره، من کارم داره دیر میشه، شما هم کارتون دیر میشه، بریم به زندگیمون برسیم. میبینمتون.